عباس یوتیوبرای عزیز فالو کنید یا این از ماشین ایرانی با سرعت زیاد داریم میریم تو اسپورتی. سابسکرایب کنید، اون دنیا به قرآن خیر میخوایم براتون. 170 اون ماشینه دود میده، این ماشینه دود میده. داریم میاد تو دهن ما. کویک بپا. خب ما باید بپاییم چون کویک نمیپاییم. کل ترمز ایرانی همین بود. خوب بود، من تا شیشه اومدم. چی اومدم زیر ترمز؟ این زیر ترمز بود، ترمز نداشتی. همونو بگو، ما ایرانی‌ها همینیم. یه چیزی زیر فرمون میاد که زیر پدال. زیر صندلی بود میاد زیر پدال. بریم دکونه این ما رو سابسکرایب. هیچ کی ما رو سابسکرایب، یعنی 1000 نفر میبینه این ویدیو رو ولی ساب نمیکنه. خب شما مسلمونی؟ اون رو ببینید. همه چی میلرزه. بعد فیلا رو ببینید. آقا چرا میرید شمال شلوغ میکنید که ما بعد انقدر تون بریم زود برسیم؟ ساب کنید فعلا.